أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران عزیز و مهربان و شنوندگان محترم و بینندگان کتاب القاعدة المکیه. الحمدلله که ما و شما دو درس از این کتاب از تعلیمی الفبای عربی برای شما رسانیدیم و حالا الدرس الثالث می باشد، یعنی که درس سیوم. الکسرة، درس سیوم درباره کسره است. کسره به تاجیکی یعنی که زیر، حرکتی که از پایان حرف می شود اون رو کسره می گویند. پس میگوید که الحروف مکسوره، حرفای کسره دار، حرفایی که کسره دارند اون حرفا را در اینجا بیان میکند. ببینید اولا در این بالاها مفتوح یعنی که فتحه دار، ببینید در اینجا مفتوح یعنی که فتحه دارد. مکسور یعنی که کسره دار، مکسور یعنی کسره دار. مفتوح فتحه دار یعنی که زبر داشته باشد مفتوحش میگن و زیر داشته باشد اگر مکسورش میگن. فهمها؟ و دیگرش هم باقی ماندهش هم همین طور است، یعنی که مفتوح و مکسور، هر یک کدامش تا آخره مفتوح و مکسور، مفتوح و مکسور، یعنی که فتحه دارد و کسره دارد، فتحه دارد و کسره دارد گفته یا تحت بیان میکند. برای هم خاطر اون زیر و زبر و پیش و اینها را یا جانب میگذاریم و چیزی که عربا استفاده میبرن اون را استفاده بریم خوبتر است، زیرا اینکه در قرآن خوانی برامون فایده میتید و همچنین در کسانی که باز بعد این حرفا را یادگیری میخوان تعلیم زبان عربی یاد بگیرن، زبان عربی را تعلیم بگیرن، این کلمه ها فایده دارد. مفتوح، مکسور، مضموم، مجزوم، اینها فایده دارد که ان شاء الله حالا ما و شما مفتوح و مکسور خوندیم، حال مضموم نخوندیم یعنی دمه دار پیش داره، و مجزوم نخوندیم یعنی که ساکن داره نخوندیم. اینها را ان شاء الله در آینده یک یک تا میخونیمش. ببینید در اینجا یکم الف را آورده است، گفتگی است که الفی که مفتوح است و این الف مکسور هست. ببینید الف مکسور است میگه ای. ببینید اگر که فتحه باشد اگر کسره باشد ای. بره ببینید با، فتحه که دارد با، کسره که دارد بی، کسره که دارد بی. تره ببینید فتحه که دارد تا، کسره که دارد تی. ث فتحه دارد ثا، کسره که دارد ثی. جیم را ببینید فتحه که دارد جا و کسره که دارد جی. ها و حلق فتحه که دارد ح و ها را ببینید کسره که دارد حی. و خا کسره که فتحه که دارد خا و خا کسره که دارد خی. و حرف دال را ببینید فتحه که دارد دا و حرف دال کسره که دارد دی. و ذال حرف ذال فتحه که دارد ذا و حرف ذال کسره که دارد ذی. و حرف را فتحه که دارد را، حرف کسره که دارد ری. حرف زا را بینید فتحه که دارد زا، حرف زای فتحه دارد زا و کسره که دارد زی. و حرف سین فتحه دارد سا و کسره که دارد سی. و حرف شین فتحه دارد شا، حرف شین کسره که دارد شی. حرف صاد فتحه دارد صا و حرف صاد کسره که دارد سی. حرف ضاد فتحه که دارد ضا و حرف ضاد کسره که دارد ضی. و حرف تا فتحه که دارد طا
و حرف تا کسره که دارد تی. و حرف ضا مفتوحه ضا یعنی که فتحه دارد ضا. و حرف ضاد کسره که دارد ضی. و حرف عین فتحه که دارد ع. و حرف عین کسره که دارد عی. و حرف غین فتحه که دارد غ. و حرف غین فتحه کسره که دارد غی. و حرف فا فتحه که دارد فا. و حرف فا کسره که دارد فی. و این حرف قاف فتحه که دارد قا. و حرف قاف کسره دارد قی. و حرف کاف فتحه که دارد کا. و حرف کاف فتحه که دارد کی. و حرف لام فتحه که دارد لا. و حرف لام کسره که دارد لی. و حرف میم فتحه که دارد ما. و حرف میم کسره که دارد می. و این حرف نون فتحه که دارد نه. و حرف نون کسره که دارد نی. و حرف ها فتحه که دارد ها به حلق نمیگوی ها آزاد ها. و ها و حرف ها که کسره که دارد هی. و حرف واو فتحه که دارد و. و حرف واو کسره که دارد وی. و حرف یا فتحه که دارد یا. و حرف یا کسره که دارد یی. پس این بود حرفا فتحاش را درس گذشته خوانده بودیم، لیکن باز یک تکرار دیگر برای ما شما یک فایده دیگر شد که درس گذشته تکرار شد و کسره را یعنی زیر را یکم بار خواندیم به عون و یاردم الله تبارک و تعالی. و میگذاریم به الامثله من القرآن الکریم، یعنی که مثال ها از قرآن کریم. مثال ها از قرآن هست در اینجا، از قرآن برای ما و شما مثال میارد. میگوید که الحروف المکسور و مثاله. ببینید در اینجا نوشته است که الحروف المکسور و مثاله، یعنی که حرفایی که کسره دارد و مثالش. ببینید در اینجا همزه را آورده است، آخرش کسره دارد، یعنی که در پایانش کسره است، یعنی که زیر هست ای. و در اینجا یک کلمه میارد، یک تا حرفا را میارد. ببینید یکم همزه است، در آخرش در اولش کسره است ای. و حرف را است فتحه دارد را. و حرف میم است فتحه دارد ما. پس این را شما خودتون باید جمعش بکنید. ای را ما، یعنی که خودش هم جمعش همین طریق نوشته می شود. ای را ما، ای را ما، ای همزه ای را ما. و خانه دیم رو ببینید الحرف المکسور و مثاله میگد، یعنی که حرفی که کسره دارد و مثالش. الحرف المکسور و مثاله، حرف مکسور کسره دار و مثالش. ببینید اینجا در حرفی با است بی بی. و در اینجا مثال در آوردگی هست. ببینید حابیطا حابیطا، ح بالاش فتحه دارد ح، ب کسره دارد بی، تا کسره دارد تا، حابیطا. و خانه سیم رو ببینید الحرف المکسور و مثاله، حرفی کسره دار و مثالش میگوید و مثل گذشتگیاش. مثلا ت، حرف ت، تی. ببینید تا تی. در اینجا مثال آوردگی است که تی. ببینید الف همزه فتحه دارد ا، ب فتحه دارد با، تا فتحه دارد تی. تی تی. و در اینجا این تی مربوطه است، تی مربوطه. تی مربوطه یادتون هست که در اول کلمه نمی آید. و در اینجا مثال آوردگی است. ببینید ورثه ورثتی. ببینید واو زبر دارد، یعنی که فتحه دارد و، ر فتحه دارد را، ث فتحه دارد ث، ت کسره دارد تی. ورثتی ورثتی.
و اینجا جیم، حرف جیم. جیم را ببینید کسره دارد، جی یعنی که جی. و اینجا کلمه را میارد برای حرف جیم، میگوید که ت را ببینید فتحه دارد تا، جیم کسره دارد جی، دال فتحه دارد دا. پس یا جای می شود که تاجیدا، تاجیدا. و این حرفی ح می باشد، ح کسره دارد یعنی حی. در اینجا مثال ده میگوید که را حی ما، ر فتحه دارد را، ح به حلق، ح کسره دارد حی، میم فتحه دارد ما، رحیما، رحیما. و بعد از این حرفی خا، خا کسره دارد خی، خی. در اینجا در مثال میگوید که بخیلا، بخیلا. ب فتحه دارد، حرف با فتحه دارد با، و حرف خا کسره دارد خی، و حرف لام فتحه دارد لا، بخیلا. و این حرفی دال می باشد، دال کسره که دارد دی. و در اینجا در مثال میگوید که ر ببینید فتحه دارد را، دال کسره دارد دی، ف فتحه دارد ف، ردیف، ردیف. و این حرفی ذال می باشد، حرفی ذال کسره که دارد ذی، ذال به نوک زبان گفته می شود ذی. و در اینجا در مثالش میگوید که ببینید الف هست و فتحه دارد ا، و حرف ذال هست کسره دارد ذی، و حرف نون هست فتحه دارد نه. پس از جای می شود که اذینا، اذینا. بعد از این حرفی را آورده است، حرف را کسره که دارد ری. در اینجا در مثالش میگوید که ببینید اثیرا، اثری، الف فتحه دارد ا، ثا فتحه دارد ث، ر کسره دارد ری، اثری، اثری. و در اینجا حرفی زار آوردگی است، زای، حرفی زای. حرفی زای کسره که دارد زی، زی. پس در اینجا در این مثالش 4 حرف یک جای کردگی است. ببینید حرفی فا، فا با یک فای دیگر دو فا بر بر هست، فا حرف فا، فا فا. حرفی زال، حرفی زای ببینید کسره دارد در پایانش، زی. حرف عین فتحه دارد ا، فازی، فا فازیع، فا فازیع. به حلق گفته می شود ع. همزه که باشد ا میگیم، لیکن عین که باشد به حلق گفته می شود فا فازیع. و اینجا حرف سین رو بینید پایانش کسره دارد سی. در این مثالش 3 حرف یک جای کردگی است، حرف خا است خ، و حرف سین است کسره که دارد سی، و حرف را است فتحه دارد را، خاسیره، خاسیره. و بعد از این اینجا حرف شین رو میارد، شین رو بینید پایانش در کسره است شی، شی. در اینجا 3 حرف یک جای کردگی است، مثلا ش کسره دارد شی، یا فتحه دارد یا، و تای مربوطه فتحه دارد تا. پس می شود که شیعتا، شیعتا. و این حرفی داد است، حرفی داد، حرفی داد کسره دارد ببینید می شود دی، یعنی که زینه یا زینه با پوری دهان قطعی دی، دی. در اینجا 3 حرف یک جای کردگی هست. ببینید حرف ر فتحه دارد را، و حرف داد فتحه دارد دی، و حرف یا فتحه دارد یا. پس یک جای می شود که راضیه، راضیه. و این حرفی تا می باشد، تا کسره دارد تی، تی. اینا با پوری دهان قطعی تی. و در اینجا 3 حرف یک جای کردگی است. ببینید خ فتحه دارد خ، تا کسره دارد تی، فا فتحه دارد فا. پس می شود که خاطیفه، خاطیفه. ت نگوید، به خاطر اینکه مردمی تاجیک ما ت میگوید، ت نیست، یعنی خطیفه نه، خاطی، خاطیفه، خاطیفه. و بعد از این حرفی عین، عین کسره دارد عی به حلق، عی. اینجا 3 حرف یک جای کردگی است. ببینید عین کسره دارد عی،
و واو فتحه دارد و جیم فتحه دارد جا. پس می شود که عیوجا عیوجا. بعد از این حرفی فا را میارد. ببینید حرفی فا. حرفی فا کسره دارد فی. در اینجا سه حرف جمع میکند برای حرفی فا. ببینید ح فتحه دارد ح، فا کسره دارد فی، ضا فتحه دارد ضا. پس می شود که حافظا. ح به حلق گفته می شود. حافظا حافظا. و این حرفی تا می باشد. حرفی تا. حرفی قاف. حرفی قاف کسره دارد. ببینید قی. بعد در اینجا سه حرف جمع میکند. میگوید که ب را ببینید ب یکم ب است با و دویم حرف قاف است کسره دارد قی و حرف یا است فتحه دارد یا. باقیه باقیه. بعد از این حرفی کاف را میارد. حرفی کاف را ببینید کسره دارد کی. کسره که دارد میخوانیمش کی. در اینجا سه حرف جمع میکند. میگوید که ببینید یکم حرف میم است ما. میم فتحه که دارد میگه ما. لام را ببینید کسره دارد لی و کاف را ببینید کسره دارد کی. پس میشود که مالکی مالکی مالکی. و این حرفی لام می باشد. حرفی لام. لام کسره که دارد میشود لی. در اینجا سه حرف جای کردگی هست برای تعلیم. میگوید که ببینید یکمش حرفی عین است. یکم حرفی عین می باشد. ع فتحه که دارد میگیم ع و لام را ببینید کسره دارد لی و میم در آخر هست و فتحه دارد ما. می شود که عالم عالم. و این حرفی میم است. کسره که دارد میگیم می. در اینجا سه حرف جمع میکند میارد برای حرفی میم رو بیان کرده. میگه که یکمش ده همزه است. را ا نمیگیم به خاطر اینکه همزه آزاد در با تاجیکی که میگیم همینطور تلفظ کرده میشه. حرف عین باشد اگر به حلق است، لیکن حرف همزه به حلق نیست. میم رو بینید کسره دارد می. نون رو بینید فتحه دارد نه. پس میشود که آمینا آمینا. بعد از این حرفی نون رو بینید کسره دارد میگیم نی نی. در اینجا سه حرف رو جای کردگی هست. ببینید حرفی تا را ببینید فتحه دارد تا. ر دویم حرف را است. را را ببینید فتحه دارد را و سه حرفی نون است. نون را ببینید کسره دارد نی. میشود تارانی تارانی. و این بعد این حرفی ها است. حرفی ها کسره دارد هی. به حلق گفته نمیشود هی هی. و در اینجا مثال آوردگیش ببینید شین فتحه دارد شا و حرفی ها کسره دارد هی و حرفی دال فتحه دارد دا. پس میشود که شاهیده. شاهیدنه به حلق نگوید. شاهیده شاهیده. و بعد از این حرفی واو رو میارد. ببینید حرفی واو کسره که دارد وی. کسره دارد وی. پس در اینجا سه حرف رو جمع میکند. میگوید که واو رو ببینید فتحه دارد و لام فتحه دارد لا و واو کسره دارد وی. پس میشود که ولاوی ولاوی. و بعد از این آخرین حرفی الفبای عربی حرفی یا است. یا را ببینید کسره دارد میشود یی. کسره که دارد یی. و در اینجا سه حرف جمع میکند. میگوید که یا را ببینید فتحه دارد یکم. یا یکم فتحه دارد یا. یا بعد از یا در بین حرفی دال است. دا دال فتحه دارد دا. و سیم حرفی یا است یی. پس میشود یا دا یی یا دا یی. پس این بود حرکت ها. و میگذاریم بعد تدریبات. تدریبات یعنی که مشق. در مشق چی میگوید؟ میگوید که اقرأ واکتب الکلمات الآتیه. یعنی که بخوان و بنویس کلمه های می آمدگی را. کلمه هایی که در زیر هست اینها را میگه تا بنویس و بخوان. برای خودتون شما دفتر رو بگیرید بنویسید برای نوشتنتون درست شدن و همچنین بخونید برای خواندنتون درست شدن. در اینجا آوردگی هست. ما بنده خواندن میگیرم شما اهمیت بدید. نبئی نبئی. و اینش باشد
در اینجا یا عیسی، یا عیسی، یا عیسی. حرف را تا نگاه کنید، زبر باشد یعنی که فتحه باشد یا، همزه کسره که باشد ای و فتحه که باشد س، پس میشد یا عیسی. و این کلمهش باشد در اینجا ببینید ب یکم رو ببینید کسره دارد، بی بدنیک، بی بدنیک. و در اینجا مثال بعدینش تزیدی، تزیدی. و مثال بعدینش ایوی، ایوی. الف همزه کسره دارد ای، ذال کسره دارد وی، ایوی. و در اینجا بی ثمریه، بی ثمریه. و اینش خاشیه، خاشیه. و بعدش عیصامی، عیصامی، عیصامی. و اینش شیعی، شیعی. و بعدش تاقی، تاقی، تاقی. و اینش در اینجا ببینید حرف لام را یگان حرکت دادگی نیسته، میشود بگیم که لی اهبه، خودمون کسرش میمونیم لی اهبه، یا فتحش میمونیم لا اهبه، لی اهبه یا لا اهبه. اگر لی اهبه گفتیم در پایان لام باید کسره بمونیم لی اهبه، اگر که در بالاش بمونیم میشود لا اهبه، لا اهبه. بعد از این عملی، عملی. بعد از این عامیله. ببینید هر دینه خیلی نویسندگی هستن، فقط حرکتاشون فرق کرده است. حرکتا که فرق میکند و تلفظ هم فرق میکنه. یکمش عمله، دومش عامیله، عمله، عامیله. و بعد از این مثالی که میارد بی بدنیک، بی بدنیک، بی بدنیک. بعد از این هیا، هیا. ها کسره دارد و یا فتحه دارد، هیا. و در اینجا میگه که استخرج من الکلمات السابقه، ببرار. میگه از کلمه های گذشتگی، همین چیزایی که حاضر خوندیم شه، بین همین ها ببرار. میگه یکم چرا ها مکسوره فی اول الکلمه، در کجا امجد هایی که کسره دارد در اول کلمه باشد. کدامش است؟ های کسره دار در اول کلمه کدامش است؟ در اینجا ما و شما خوندیم، اون کدامی هست؟ این ببینید این هست، این های کسره دار است، این های است که کسره دارد و همین را میگه از بین همین ببرار. اینا باید اصلا شما خودتون چیکار کنید؟ ببرارید. این را باید شما ببرارید تا اینکه یعنی که برای یادگیری تون هست، برای یاد گرفتن تون هست. این ها است، هی، هیا. و سوال دیمش میگه ها مکسوره فی آخر الکلمتی، هایی که کسره داشته باشد و در آخر کلمه باشد، هایی که کسره داشته باشد و در آخر کلمه باشد. کدام این هست؟ ببینید در همین جمله‌ای که خوندیم، هایی که کسره داشته باشد در آخر کلمه باشد. این را میکوبید، از بین اینها میابید. یعنی اینجا هایی هست که آخرش کسره دارد. ببینید بی ثمریه، بی ثمریه. و میگذاریم به سوال سیمش. سوال سیم میگه که حمزه مکسوره فی وسط الکلمه، حمزه را بیاو که کسره داشته باشد در بین کلمه باشد، در اول کلمه نه، در آخر کلمه نه، در بین کلمه باشد، با کسره داشته باشد، یعنی که زیر داشته باشد. پس اون در اینجا است. ببینید یا ای سا در اینجا است، یا ای سا. حمزه را ببینید کسره دارد، یا ای سا. و سوال چهارم حمزه مکسوره فی آخر الکلمه، حمزه ای که کسره داشته باشد لیکن در آخر کلمه باشد بیاوش میگد. اینجا ما در کجا خوندیم؟ حمزه ای که کسره داشته باشد در آخر کلمه باشد. کلمه رو یک یک میکوبید در کدامش است؟ ببینید در یکمش است.
در اینجا در یکمش ما شما میبینیم که همزه را میبینیم که کسره دارد. ببینید نبئی، نبئی کسره دارد. و سوال پنجم، لام مکسوره فی اول الکلمه. لام را ببینید کسره داشته باشد لیکن در اول کلمه باشد. لام کسره دار در اول کلمه یک تا میکوبید. ببینید که جدا هست لامی که کسره داشته باشد در اول کلمه باشد. خب این هست. این را ببینید ما در اینجا گفتیم که می شود لام را فتحه بمونیم لأهب، می شود کسرش بمونیم لیأهب. خب این کسره دیگر خودمون میمونیمش لیأهب، خلاص لیأهب. پس اینجا معلوم شد که در نظر بگیم نویسنده کتاب کسره را در نظر داره، یعنی زیر در نظر داره لیأهب. پس این هست لامی که در اول کلمه هست و چی دارد و کسره دارد. و آخران سوالش، ششم سوالش، لام مکسوره فی آخر الکلمه. لام ربیه که کسره داشته باشد در آخر کلمه باشد. پس با از بین اینها میکوبید که جدا است در آخر کلمه ها حرف لام باشد و لیکن کسره داشته باشد، یعنی که زیر داشته باشد، فتحه نمیشود، کسره داشته باشد. پس اون این حرف می باشد. ببینید این حرف می باشد که آخرش ببینید عملی، لام کسره دارد نه عملی. دیمش در لام فتحه دارد عمیلا. در یکمش که حاضر رنگش تغییر که دادیم عملی. پس این بود سوال هایش، یعنی که این هست 6 تا سوالی که پیشنهاد کردگی هست. پس در اینجا میگه تابع التدریبات، یعنی که پیروی کن این تدریبات رو، یعنی که بخوان تدریبات رو. یکم اقرا وقت مایاتی، بخوان و بنویس چیزی که در پایین میآید. این کلمه هایی که میبینید اینها را بخوانید و بنویسید. ببینید ای، هر دین رو ای و اینجا باشد بی و در سیمش باشد تی و در اینجا باشد ثی و بعدش جی، بعدش حی و بعدش خی و بعدش دی، بعد از این ذی، بعد از این ری و بعد از اون زی و بعد از اون سی و بعدش شی و بعدش سی و بعدش دی و بعدش تی و بعدش ضی و بعدش عی و بعدش غی و بعدش فی و بعد قی، بعد از اون کی و بعد از اون لی، پس از اون می و پس از اون نی و بعد از اون هی و بعد از اون وی و بعد از اون تی و بعد از اون یی و آخران حرفش هی. پس این بود حرفایی که ما درس گذشته و این درس خوندیم، یعنی که درس گذشته فتحه را خوندیم و این درس کسره را خوندیم و همون حرفا را یک جای کرده برای ما و شما پیشنهاد کرد تا اینکه گذشته را فراموش نکنیم و بسیار تکرار کنیم. اصلا باید اینا را شما خودتون بخونید، یعنی که اگر در پیش هم میشدید شما میخوندید من گوش میکردم. افسوس که هر کدام ما و شما در هر گوشه دنیا قرار داریم، از این حساب من خواندم و شما همچنین بخونید و دیگرها را بگویید و دیگرها را تعلیم بدهید و یاد بدهید و خدمت دین بکنید و خدمت قرآن و سنت را بکنید. زیرا اینکه قصد از خواندن زبان عربی یا قصد از اونه که بنده شما را زبان عربی تعلیم میدم یا حرف عربی تعلیم میدم، برای حرف عربی برای خواندن قرآن تعلیمتون میدهم و زبان عربی برای فهمیدن قرآن و سنت تعلیمتون میدهم.
یعنی به خاطر الله تبارک و تعالی که شما سخنان الله و پیامبر صلی الله علیه و سلم را بفهمید. از این حساب در حق بنده با دعا باشید که الله سبحانه و تعالی از راه حق هیچگاه دور ما نکند و الله سبحانه و تعالی پیرو حقیقی قرآن و سنت ما و شما را بگرداند و الله سبحانه و تعالی سربلند دنیا و قیامت بگرداند یک یک ما و شما را. پس این بود درس امروزه ما و شما، درس سیوم و درس آینده ان شاء الله درس چهارم را ساق سلامت و زنده و حیات که باشیم به سمع شما خواهیم رسانید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. تا درس آینده یک یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.